بچه حالتون چطور؟ اومدیم ما نجات پادشاه فوتبال کریستیانو رونالدو تا اون رو دوباره به دوران اوجش برگردیم و برای اون توپ طلا، چمپیونز لیگ، دبس فار کسب. من حرف زیادی نمیزنم، میریم سراغ ویدیو. بریم برای اولین مچ ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. حداقل باید تو هر بازی یه گل یا یه پاس گل یا یه پاس کلیدی بدم اگه میخوام نجات بدم رونالدو رو، چون سنش هم بالاه. بعد این حرکت رو بزنم. خب واسطه تو تا اینجا ویدیو دیدی هنوز لایک نکردی، سابسکرایب نکردی، مهمتر از همه کامنت نذاشتی. من وای میسم، برو چنل رو سابسکرایب کن، لایک کن و کامنت بذار. اگه هم دوست داشتی حالا به پیج اینستاگرام هم یه سر بزن، اونجا هم پستای خوبی میذاریم. خب انجام شد، میریم ادامه ویدیو. خب بریم. خب اینجا پاس میدیم، برو 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 داخل، برو داخل، بزن. ای بابا چطوری گل نشد؟ این موقعیت دیگه بعد گل شد حداقل. بزن 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 بزن. بابا چطوری گل نشد؟ دارم فشار میخورم. خدایی به این یکی گل بشه دیگه. من چرا انقدر نوبم؟ خودم فکر نمیکردم انقدر نوب باشم. خوبه حداقل این یکی گل شد. این بازی رو حالا با یک گل تونستیم ببریمش و بیشتر تلاش کنم اگه بخوام رونالدو رو نجات بدم. ببینیم چقدر راضیه سرمربی ازمون. خب انگار راضیه به رضایت خدا. خب ولی بازم خوب نیست، باید بیشتر تلاش کنیم. خب میریم سراغ مچ بعدی. بریم. این مچ رو با نمیدونم چه تیمیه، مثلا تیم عربستانی اسمشون یکم سخته. خب وایسا برو 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 برو. وای چطوری دفع کرد لامصب. خب این یکی رو باید بزنمش تو گل. وایسا نده حالا. بابا تالیسکا بده. بابا چه وضع هد زدن خودشو بده. بازی هیچ گلی نزدم. کلن هم یه موقعیت داد یا 2 تا داد، موقعیت زیادی نداد. میریم برای ادامه. اوه خیلی بد ناراضیه. بعد بازی بعدی خوب انجام بدم. بازم به عنوان تعویضی آورد تو زمین، یعنی خیلی بد کار کردیم. یعنی این بازی رو میتونم چیکار کنیم؟ بیشتر تلاش کنیم انگاری که. خب یعنی اینو چیکار میکنیم؟ سوتیز خوب میدم. چیکار میکنی؟ خب بریم. چی فکر نمی کردم از این زاویه گل بخورن. خیلی اوضاع خیته، خیلی بد واقعا اوضاع خیته. خیلی دارم بد بازی میکنن. ببین اگه بخوام بعد با تا نیم فصل حداقل خوبه بزن. ای بعد همونو میشوتیدم، نباید مکس میکردم. خداشی میگفتیم تا نیم فصل حداقل بعد یه آمار خوبی بگیرم تا یه تیم خوب بهم درخواست بده. خودم نظرم روی ویارئال بود یا مثلا استون ویلا، ولی بازم خب بریم کورنر ببینیم چیکار میکنه. خب دفع کن بده سری بده دیگه. بابا سری بده دیگه. خب بکار اینجا بده. اوه چه پاسی داد به تالیسکا. فکر نمی‌کردم بده تالیسکا. برو این گله ها. خاک تو سرت کنن. چطوری گلش نکردی؟ وایسا اینجا بده اینجا بده توی دروازه. چه گلی! گل سرنوشت است.
خب بریم ادامه. یه پرس خوب، پاسو بده. جیب جاب جیب 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 جاب. یه بابا نمیخواد، ولش کن. خب بده. خیلی او چه سوتی وای خودم سوتی دادم، خیلی بد سوتی دادم. خب ببینم اوه دروازه‌بانش رو آورده جلو. اگه بتونم توپو بگیرم خیلی خوبه. بزن. بده بزنم. وای نباید توپو نباید توپو مینداختم جلو. خب ببینیم طرفدارا رو چه جمعیتی اومده برای ما. بریم ببینیم که مربی چقدر از ما راضیه. فکر کنم باید دیگه کاملا رضایت داشته باشه. یه گل برش زدم. خوبه، کاملا راضی بود. میریم گیم بعدی. خب بازم به عنوان تعویضی اومدیم داخل، یعنی باید تلاشمون رو چند برابر کنیم. هم باید تو دفاع کمک کنیم هم توی حمله، ولی بازم کارمون چند برابر میشه، ولی میارزه به نجات پادشاه فوتبال کریستیانو رونالدو. خب الان شده پادشاه عربستان، مسی هم شده پادشاه همبرگر فروشی ها. حالا بازم خب وایسا بده حالا بده. میریم چه پست شد رو با عقب پاسو. اب نداره دوباره تریبل. چه تریبلی زدم. خب وایسا بده راست. بگی خودت. حالا بشوت. گرفتن. بریم برای موقعیت بعد. بگیر. میریم. برو توی دروازه. گل اول. وایسا بده. برو تو رو خدا برو گلو بزن. چرا وایسادی؟ حالا که دیگه وایسادی پاسو بده. پس بزن. خیش بازم پاس خیلی بدی داد. میریم برای بازی بعدی. پرس کن. بده. وایسا حالا بده. ای بابا چرا ندادیم بابا. اب نداره. حالا تالسکا برو گلش کن. یا ای بابا لام حساب خودت میزدی پاس گل حساب شه. الان من تاثیرگذارم مستحیم شدم، ولی بازم پاس گل بهتر بود. خوبه پرس سنگین. بده. ممنون. برو رونالدو گله ها. جیب خب سانچ کن. بده. اوف چه دروازه‌بانی، چه گنده اصلی. بده. برو گل بعد بشه. گل شه. بزن توی دروازه. چه گل بیرون پایی. این بازی هم تموم شد. میریم برای بالاخره رسیدیم به نقل و انتقالات. بچه من کات کردم که دیگه نخواهید اذیت بشید و میبینید که اتلتیکو مادرید به همون پیشنهاد داده 250,000 تا. بازم برای اون کافی نیست پولش، ولی برای اینکه پیشرفت کنیم خوبه. اولین کارمون برای رونالدو با موفقیت انجام شد و تونستیم اون رو به لیگ اسپانیا برگردونیم. الان باید ببینیم که اتلتیکو مادرید توی لیگ قهرمانان اروپا است تا دومین حرکت هم بتونیم انجام بدیم یا خیر. و میبینید که آقام کریستیانو رونالدو توی اتلتیکوه. دیگه بالاخره نقل و انتقالاتم تموم میشه و میریم برای ادامه. الان که نمیتونیم با اتلتیکو بازی کنیم. الان لیگ قهرمانان اروپا کشوری، بالا بعدش بازی اولم با کرواسی.
یکیش هم جلو. کرواسی سخت تیمه. فکر کنم از این گروه نتونیم صعود کنیم. گروه سختی داریم. خب موقعیت سوتی داد. چیزی نفهمیدم. رفت بده. ای بابا چرا با تیم ملی اینجوری بازی میکنه؟ حالا برو جیب جاب جو گل اول. و البته ناکامی در لیگ، البته در کشور پرتغال. اصلا هماهنگ نیستن با هم. بعد پاسکاری میکنن و اصلا پاس نمیدن به رونالدو. میریم برای بازی بعدی. خب به اولین بازی خوش آمدید. اتلتیکو مادرید. خب موقعیت اول، البته اینم خوب هستا که الان تو تی اتلتیکو گریزمن هستش، بازیکن خیلی خوبه، میتونه بهمون کمک کنه. البته ما رو پای خودمون باشیم ولی بازم بازیکن اینا گل اولو زد، اصلا بدون نیاز به کمک ما زد خودش گلو. خب ببینیم میتونیم اینو گلش کنیم. بد فرستاد. برمیگردیم تو دفاع میکنم. البته تو دفاع که نیستیم، تو حمله، ولی بازم ای تو از استادی من حمله کمک کن دیگه. یکیتون بیاد کمک. اصلا داخل بد کار میکنن. بریم برای موقعیت بعدی ببینیم تو اینه چه استفاده میشه. بازم گریزمان توپ دستشه. اینم فکر کنم خودش تکی بزن. البته اصلا توپ از دست. خب پنالتی. چپ بزنیم به نظرم بهتره. احتمال اینکه گلشا کنم بیشتره چون رونالدو بیشتره. وای حاجی گرفت. اکی شانس رو میبینی خودش شده. خوبه بازی اول ببازیم. هیچ کاری نکردیم تو این بازی. غلطی با قرآن نکردیم. و تمام. خیلی بد کار کردیم این بازی رو. بریم مربی چه رضایتی از ما، فکر نکنم رضایت داشته باشه ازمون. خیلی بد بازی کردیم. خوبه حالا بازم رضایت داشت چون تو گروهی خوب بازی کردیم، فردی اصلا خوب بازی نکردیم. و به چمپیونز لیگ خوش آمدید. و می‌بینیم که اتلتیکو هست. میریم سراغ بازی اول. البته با چلسی هم داریم. چلسی تیم آسونیه. تو واقعیت هم همچین چیزی از رونالدو یه 2 تا هتریک جلوشون کرده. فکرم یکی یادم نمیاد دقیق. خب موقعیت اول که رفت بیرون. موقعیت دوم وایسا حالا بده وایسا حالا بده توی دروازه. گل اول. بریم برای موقعیت بعدی. میخوام این بازی سعی کنم هتریک کنم. برو توی دروازه. تاق دروازه رو میارم پایین. چه گلی. خیلی اوزاقیده. خیلی بده. وایسا چه دریبلی ولی چه پاس گندی. نمره 9 و 4 الان خوبه. دبل کردیم بازم. نه بعد. خب ببینیم مربی چه انتظاراتی داشت ازمون، چه انتظاراتی رو برآورده کردیم. خوبه. خب بچه ها با آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. البته اول ویدیو بود ولی بازم میگم لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. خدا نگهدار.